سلام. شما تو ذهنتون کسی رو میشناسید که تمام ویژگی‌های منفی رو داشته باشه و از تمام ویژگی‌هاش بدتون بیاد و قشنگ شر مطلق باشه، یعنی هیچ نقطه مثبتی توش نباشه؟ یا بالعکس کسی رو میشناسید که بگید این آدم فرشته است، من عاشق این آدمم، همه ویژگی مثبت رو داره، اصلا یه آدم بسیار خوبیه. اگر چنین اشخاصی رو میشناسید این ویدیو برای شماست. ایده این ویدیو از زمانی تو ذهن من کلید خورد که من داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم و یه پستی رو دیدم که در حمایت از اون نقاش اتریشی بود که جنگ جهانی دوم رو انداخت و بعد رفتم کامنت ها رو دیدم. حالا بگم اون پست فارسی هم بود و دیدم ایرانیا، حالا بگم نزدیک 80% داشتن ازش تعریف میکردن که آره دمش گرم، چیکار خوبی کرد، باریکلا، ای کاش پیروز میشد تو اون جنگ. و من اونجوری داشتم نگاه میکردم و مونده بودم که یعنی چی؟ آیا اینا از هولوکاست مثلا اطلاعی دارن یا از اه، نظامی که حالا یه جورایی میشه گفت دیکتاتوری بود و سرکوب میشد تو زمانی که این شخص داشت حکومت میکرد، یا کشت و کشتارا و اون زندانیای سیاسی، یا بعد قولی‌های سیاسی که قرارداد میبست بعد به هم میزد. آخه اینا اصلا اطلاعی داره یا نه؟ این ایده از اونجا کلید خورد و من میخوام امروز در مورد این موضوع صحبت کنم و من گفتم چی بهتر از این که بخوام اون مفهومی که بخوام بهتون توضیح بدم و از همین طریق یک مثال خیلی بارز براتون توضیح بدم. قبل از اینکه حالا بریم سر مقدمه، من یک توضیح خیلی کوتاهی بدم در مورد دو تا مفهوم. حالا من خیلی نمیخوام خیلی مفهوم در مورد مفاهیم صحبت کنم، میخوام بیشتر اون منظورم متوجه بشین، ولی از همین اول یه دو تا توضیح بدم. یکیش اثر هالوه و یکیش اثر هورن، حالا اثر شاخ. کلیتش اینو میخواد بگه، میخواد بگه آقا این اثرات تو ذهن آدم اینجوریه که وقتی تو یک ویژگی مثبت یکی ببینی، اینو بست میدی تو شخص. مثلا چون یک صفت مثلا مثل باهوش بودن، مهربون بودن، این دوتا رو که میگیری میگه اوکی من میخوام این شخص دیگه بهترین از نظر من، یعنی کل ویژگی منفی این شخص رو دیگه کلا حذف میکنی. یا بالعکس اگه طرف که میدونم قاتله، میگی چون قاتله دیگه کلا آدم منفیه، چون در ذهن من قاتل بودن مساوی شر مطلق و این دیگه هر حرفی بزنه، هر کاری کنه، این آدم از دهن یک آدم بد و شر اومده بیرون، در حالی که اینطور نیست. حالا در ادامه میخوام بگم که علتش چیه، اما میخوام بگم اگه چنین حالتی پیش میاد برای شما بدونید که اسمش چیه. این از این. بریم سر مسئله بعدی. داشتم فکر می‌کردم که آقا حالا دلایل حمایت این اشخاص ایرانی از این شخص چیه؟ یعنی حالا بریم بررسی کنیم. اولین علتی که بزنم رسید، اطلاعات ناکافی بود. یعنی شخص خب بگیم الان اینترنت خیلی سرچ نکرده یا نمیدونم، اطلاعاتش ناکافی بوده. یعنی یه چیز خیلی واضحی که اولین بار اومد تو ذهنم همین بود. دومیش این که فقط داره جنبه‌های مثبت از این شخص یا از این حزب رو داره میشنوه. یعنی جوری بوده، مثلا میگم ما تو ایران خیلی در مورد هولوکاست ما نه رسانه خیلی ساپورت کرده، نه مردم خیلی در موردش نمیدونه. و این دوتا شاید همپوشانی هم دارن، یعنی شاید اطلاعات ناکافی و فکر کردن فقط جنبه‌های مثبت همپوشانی داره. این طرف خودش سرچ نکرده، سرچ هم خواسته بکنه فقط جنبه‌های مثبت اومده تو ذهنش. حالا در مورد جنبه دومش من خیلی میخوام حرف بزنم چون خیلی فاکتورها هستن، یعنی استفام دومیه نقش بیشتری داره تا اولیه. چون اولیه میتونیم بگیم چون الان اینترنت دیگه هست، کمتر کسی میتونه بگه من اطلاعات ناکافی دارم. اما در مورد دومی مثلا میشه در مورد این صحبته که اون شخص فکر میکرد آریایی، ما هم فکر میکنیم آریاییم، پس چقدر ما با هم نزدیکیم. یا مثلا تو اون دوره رابطه ایران که زمان رضا شاه بود با اون حزب خیلی خوب بود، ما حتی راهن با هم دیگه ساختیم، همکاری اقتصادی داشتیم. یا مثلا تو حوزه نظامی به معنای واقعی میشه گفت قوی بودن، یعنی واقعا دمشون گرم. یک مفهومی وجود داره به نام بلیتزکریگ که اسم یک روش حمله بوده که آلمانی‌ها روش گذاشتن و 1939 تا 1941 این روش استفاده شد و خب یه استراتژی خیلی قوی بود، یعنی سریع حمله می‌کردن، متمرکز بود و غافلگیر کننده بود و به جای اینکه طولانی بشه جنگ، سریع یک نقطه رو می‌گرفتن. این یک ویژگی مثبته،
این نمیشه کتمانش کرد. مثالی که وجود داره این حمله‌ای که گفتم تو لهستان، تو نروژ، تو دانمارک، تو فرانسه اتفاق افتاده و توی عرض مثلا 6 هفته مثلا فرانسه رو گرفتن، در حالی که مثلا تو جنگ جهانی اول بدون این روش ممکن بود سالها طول بکشه این جنگ. و حالا نکات دیگه هم وجود داره، مثلا اینکه اون شخص حیوانات رو خیلی دوست داشت و به بچه‌ها احترام میذاشت، بچه‌ها رو دوست داشت. اینا ویژگی مثبتیه، ما نمیتونیم کتمانش کنیم که نه این آدم چون بد بوده با حیوانات بد بوده و به بچه‌ها احترام نمیذاشته. حالا اگه بخواید یه نقدی هم به این جمله من بکنید، من میتونم بگم شاید این ایده، این استراتژی مال ژنرال‌ها و اون افسرایی بوده که این کارو انجام دادن، ولی خب میتونیم بگیم خب بالاخره اون شخص ارشد و اون که میگن نقاش اتریشی بوده که این استراتژی رو تایید کرده، حمایت کرده و خب ذهن نوآورانه‌ای داشتی که تایید کرده که آقا با این روش جلو برید. و صفاتای دیگه هم میتونیم بهش بگیم، این صفاتای خوب دیگه مثلا اینکه حیوانات رو خیلی دوست داشت، تمام حیوانات رو دوست داشت، به بچه‌ها خیلی احترام میذاشت، بچه‌ها رو خیلی دوست داشت. یعنی میخوام بگم این جنبه‌های مثبت کم نیستن. ما الان در حوزه اقتصادی هم نگفتم، حالا جز روابط خوب با ایران، آلمان در اون دوره دومین اقتصاد بزرگ دنیا بود. دومی خیلی حرفه، یعنی اولی آمریکا بود، دومی آلمان بود. و این خوب نشون بده که ذهن اقتصادی خوبم داشته. دمش هم گرم. پس الان فهمیدیم نظامی بوده، اخلاقی بوده و نظامی هم گفتم اقتصادی. حالا آیا این دلیلی که گفتم باعث میشه ما این شخص رو ببریم تو دسته آدمای خوب یا بگیم دمش گرم؟ نتیجه و علتش رو میخوام آخرش بگم. علت بعدی که تو ذهنم اومد، گفتم آقا طرف میداند همه اینها رو، یعنی هم مثبت رو میدونه هم منفی، همه چی رو میدونه، اما بازم حمایت میکنه. اون خیلی برای من آدم خیلی جالبیه. یعنی من خیلی دوست دارم با این آدما صحبت کنم. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا میدونم مثلا هولوکاست هم میدونم، همه اینا میدونم، ولی دمش هم گرم. چرا؟ مثلا اینجوری که مثلا با طرف صحبت می‌کنی می‌بینی که طرف اصلا با آمریکا و انگلیس مشکل داشته و چون این داشته به آمریکا و انگلیس حمله می‌کرده، گفته دمش گرم، من ازش حمایت می‌کنم. یا طرف ضد یهود بوده، اینجوری که آقا من دوست دارم، آقا من اینکه این هولوکاست انجام داد دمش گرم. حالا من حمایت نمی‌کنم ولی دارم ذهن اون افرادو میگم. و من خیلی دوست دارم با آدم‌ها صحبت کنم. یعنی اینکه بدونم چه سیستم که میگن سیمپیچه مغزش چطوری بوده که میدونه این چیزی غیر اخلاقیه اما ازش حمایت میکنه و چه جوری تو ذهنش داره اون رو توجیه میکنه. این که میگم من جزایی واسه اینکه من یک دوره‌ای، حالا نه در این موضوع این حزب، در دلایل در موضوعات دیگه من اینجوری فکر میکردم و خیلی دوستم، یعنی اینجوریم که آقا من شر هستم و موجهه که شر باشم. و حالا در ادامه شاید در ویدیوی بعدی توضیح بدم که چرا کاربردی نیست این طرز فکر. یا دلایل دیگه‌اش میتونه ترکیبی باشه. میدونی حالا مثلا 3 تا اصلی آوردن، قطعا شاید هزاران دلیل باشه که من به ذهنم نرسید، ولی میتونه مثلا دومی و سومی با هم باشه. میدونی یعنی اینجوری باشه که من جنبه خوبو میدونم، جنبه بعدش اصلا نخوندم و بازم ازش حمایت میکنم. یا میتونه ترکیبی باشه، یعنی چند تا دلیل با هم باشه که من فقط 3 تا اصلیشو نوشتم. قطعا دلایل دیگه هم وجود داره که من به ذهنم نرسید، ولی مثلا میتونه اولی و دومی با هم باشه. یعنی دومیش پروپاگاندا باشه و اولیش هم اطلاعات ناکافی، یعنی خود طرف سرچ نکرده، هرچی رسانه بهش گفته اینم گوش کرده. یه دلیل دیگه هم به ذهنم رسیده بود ولی خب ننوشتمش چون به این موضوع ربط نداره، ولی خب شاید هم توی حمایت از ایدئولوژی‌ها تأثیر داشته باشه. اونم بحث سوده. حالا این سود میتونه مالی باشه، میتونه اصلا حسی باشه. من حال میکنم از فلان حس دفاع کنم، مثلا اینکه بدونم من متعلق به یک تفکری هستم، من از این لذت میبرم و از دفاع وقتی دفاع میکنم میگم مثلا از یک هویت خودم دارم دفاع میکنم. حالا سود مالی قطعا چون این حزب بین رفته، قطعا مثلا برای ایرانی‌ها که قطعا وجود نداره، یعنی هیچ ایرانی سود مالی نی برای از اینکه این ایدئولوژی رو ازش دفاع کنه. ولی فکر کنم سود این که آره مثلا من به این تفکر باور دارم و اینکه ازش دفاع میکنم لذت میبرم. شاید حالا میگم فاکتورهای خیلی زیادی که من خیلی روش با دقت
فکر نکردم، ولی خب شما اگه دلیل دیگه هم به ذهنتون میرسه بگیم. بریم سر بحث بعدی. یه مفهومی من خودم سعی کردم یک شباهتایی بهش بزنم. اونم اینه که ما وقتی مثلا با عاشق شخصی میشیم، حالا به عبارت خودمون روش کراش میزنیم، دقیقا همین اتفاق میفته. ما چند تا ویژگی ازش میبینیم، میگیم وا این چقدر عالیه و دیوانه ما رو عاشقش میشیم، و در حالی که جنبه منفی هم میبینیم. ما یعنی خب جنبه منفی هم میبینیم ولی سرکوبش میکنیم، میگیم نه این آدم اونجوری نیست، این آدم عاشقمه، مثلا من عاشقشم. و این پدیده که به وجود میاد خیلی پدیده جالبیه. یعنی منظورم اینه که تو یک تصویر ایدئال با اطلاعات ناقص تو ذهنت میسازی. اینکه اون شخص چقدر قدرتمند بوده، ایستادگی داشته در برابر غرب، اقتصادش چقدر خوب بوده، مثلا حیوانات دوست داشته، و می اون جنایاتی که کرده رو نادیده میگیری. حالا ممکنه یه نقدی بهم بکنی که من این شباهتی که گفتم ایراد داره. یکیش این که مثلا میگم شاید تو وقتی روی یکی کراش میزنی، اگه ویژگی منفیشو ببینی اون کراش زدن از بین میره. اما شاید چون اون تفکر ایدئولوژیکه، این تو موافق اون حزب و اون تفکر هستی، حتی اگه چیز منفی هم ببینی میگی من همچنان رو اون حزب تفکر به اون باور دارم. مگه اینکه مثلا خیلی مثلا واقعا متفکر و متفکر نقاد باشه که بگی اوکی یه زمانی که ایدئولوژی داشتم الان دیگه ندارم. و شاید این تفاوتی که این با کراش زدن با اون تفکر داره اینه که شما در کراش زدن یک حالت عاطفی داری، میدونی، یعنی یک حس عاطفیه، ولی توی اون تفکر شما داری یک حمایت ایدئولوژیک میکنی. خیلی فرقشه. یعنی اون کراش زدن بحث هورموناست، ولی اون تفکره بحث منطق و تجربه زیستی و خودت، و حالا اون یه بخش هم هورمونا قطعا هست توی این موضوع. پس ما تا الان یه چیزی متوجه شدیم. ما یک شخص رو با توجه به تجربه زیستی که داشتیم، با توجه به تفکری که داشتیم، یا به اساس احساس و اون عاطفه‌ای که داشتیم، ممکنه یک طرفه به شخص نگاه کنیم. یعنی یا عاشقش باشیم یا ازش متنفر باشیم. اینجا میرسیم به این مفهوم دیگه که من اصل موضوع در مورد این می‌خواستم صحبت کنم. بحث مفهوم خاکستری بودن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما سعی کنیم از این به بعد آدم‌ها رو مشکی خالص و کامل یا سفید کامل نبینیم. یعنی چی؟ یعنی که من بگم این آدم کلاً بده. اصلا کلاً من از این آدم بدم میاد. چرا؟ چون مثلا جنایت کرده در حق بشریت. یا بگم کلاً سفیده، دمش گرم چون مثلا به 1,000,000 فقیر کمک کرد. دلیل نمیشه چون میگم 1,000,000 نفر کمک کرده این آدم برای من فرشته است و کلاً دمش گرم. این آدم اگه اون آدمی که کمک کرده اگه جای اشتباهی انجام بده، من باید اون اشتباهشو در نظر بگیرم و نقدش کنم. بگم آقا اون فلان کارت اشتباه بود. بعد این آدم از سمت سفید دیگه میاد سمت خاکستری. وقتی خاکستری بمونه، این آدم لب مرز میمونه دیگه. یعنی با یه کار خوب دیگه نزدیک میشون به سفید، میگم دمش گرم. یعنی وقتی مرد میگم این آدم برای من خاکستری رو به سفید بوده، دمش گرم. و این آدم هرچی اشتباه بیشتر انجام بده میاد وسط، میاد سمت خاکستری. واقعیتی که وجود داره، من باورم اینه که اکثر آدم‌ها اون وسطن. یعنی خاکستریان دیگه. اینا کار خیلی نه کار بده خیلی بزرگی کردن، نه کارهای خوب خیلی بزرگی کردن. هدف همه ما اینه که سمت خاکستری رو به سفید بریم دیگه. حالا بعضیا نه، بعضی سمت سیاه میرن، ولی تلاش ارزش‌های یک جامعه میگه آقا اگه خاکستری به سمت سفید بود. خوبی این تفکر چیه که من دارم بهتون میگم؟ اینه که ما درک بهتری از واقعیت داریم. یعنی ما سریع قضاوت نمی‌کنیم. یکی رو می‌بینیم فلان کار رو انجام میده، میگیم دمش گرم. اینجوری نیست که بگیم وای دمش گرم این آدم بهترینه، میگیم دمش گرم. وای میسیم حرکت بعدیش رو ببینیم. آیا حرکت بعدیش هم خوبه همچنان، یا شاید اصلا تظاهر کرده به خوب بودن. این تفکر باعث میشه شما زود قضاوت نکنید. وای میستید، نگاه میکنید، مشاهده میکنید، کم کم به اون شخص ارزیابی میکنید که این شخص آدم خاکستری رو به سیاهیه یا به رو به سفید. اینم بگم
ما اصلا سیاه مطلق نداریم. یعنی این سیاه مطلق سفید مطلق میره توی بحث قصه ها که یه مثلا یه فرشته هست، یه دیوی هست، اینا با هم دیگه مبارزه میکنن، نماد شر مطلق و مثلا خیر مطلق. این چیزی در جهان واقع به معنای واقعی وجود نداره. حالا بیایم برگردیم سر همین موضوع، سر این شخصی که این جنایت کرده. خب من گفتم در حوزه اقتصادی موفق بوده، دمش گرم. در حوزه نظامی موفق بوده، دمش گرم. با حیونا خوب بوده، دمش گرم. به بچه‌م احترام میذاره، دمش گرم. 4 تا ویژگی مثبت داره که میاد کجا؟ سمت راست. اما می‌بینیم آقا این شخص 80 میلیون نفر رو کشته. یعنی 30 میلیون نفر که مستقیم کشته، با جنگی که کرده باعث شده 80 میلیون نفر بمیرن. این سنگینی میکنه. این قشنگ اون 4 تا مثبت رو قشنگ میشوره، میبره سمت چپ. خب اما وقتی میاد سمت چپ، به این سمت سیاه مطلق دیگه نمیبره. میبره سمت چپ، مثلا خاکستری سیاه. و تو اینجا اون شخص رو تو رده افراد شر قرار میدی. اما میدونی که آقا این شخص ویژگی مثبتی هم داشته و بعد قبول کنی که داشته. مشکلی که شاید با من داشته باشید بحث مرزهای اخلاقی. یعنی من چیزی من به معنای واقعی چیزی به نام اخلاق نمیشناسم یا قبولش ندارم. من واقع بینانه نگاه میکنم. یعنی کسی اگر تفکرش اینجوری باشه که تو باید یک موضع قاطعی در برابر شر مطلق داشته باشی، من میگم نمیتونم حقیقتش. و این شاید از بین بردن اخلاق در جامعه هم هست دیگه. این یه مشکلیه که من خودم دارم و نمیتونم اینو حلش کنم، که تو باید مرزبندی بذاری که این شخص میاد تو دسته شر مطلق یا مثلا توی آدمای خوب. من نمیتونم این مرزبندی رو بذارم و شاید بعضی از شما با من مخالف باشین، چون این نسبی گرای من باعث میشه که این شر مطلق بودن کمرنگ میشه. یعنی من میگم آقا طرف نسل کشی کرده، ولی این نسل کشی کرده این کار خیلی بده، میگم بله بده، ولی خب مثلا تو حوزه‌های دیگه خب خوب بوده. بنابراین من میخوام خیلی خلاصه کنم، ما انسان‌های روی کره زمین بس محدود میشیم به این طیف خاکستری که وسط تصویر می‌بینی، این ستایی که وجود داره. ما اکثرا خاکستری هستیم. بعضیا خیلی مهربون و خوب و اوکی هم میرن سمت خاکستری رو به سفید، بعضیا میرن خاکستری رو به سیاه. و میگم شاید این تحلیل دقیق من این مرزهای اخلاقی رو یه خورده رد کنه، چون من کاربردی نگاه میکنم تا اخلاقی. ممکنه شخصی اینجوری میگم قاتل هست، ولی چون قتلش کاربردی بوده میره سمت سفید، یعنی خاکستری رو به سفید. و این خب بحث منافع و اون بحثایی که خیلی پیچیده است و بحث اخلاقی من خیلی واردش نمیشم. اما هدفم این بود به اون آدمایی که دارن این ویدیو رو میبینن بگم که ما سیاه و مشکی دیگه نداریم. خب فکر کنم حالا که هممون متوجه شدیم که این مفهوم وجود داره و بس سعی کنیم اینجوری فکر کنیم، یا بهتر بگم موجهه که اینجوری فکر کنیم، شروع کنیم به تمرین کردن. تمرینی که داریم اینه که ما همین الان در ذهنتون یک شخصی رو تصور کنید که ازش خیلی بدتون میاد. اصلا بگین آدم واقعا شر مطلق، یعنی واقعا هیچ حالت دیگه‌ای وجود نداره. حالا مثلا من خودم به یکی دارم فکر میکنم و میخوام چند تا ویژگی مثبت ازش در بیاد. آدمی که من تو ذهنم، این آدم سخنران خوبیه، یعنی استرس نمیگیره، میتونه خوب حرف بزنه، مثلا میتونه جلو شاید 100 نفر 150 نفر خوب حرف بزنه. ویژگی خوب دیگه، آدم مهربونیه، با بچه‌ها مهربونه مثلا. دیگه من چیز دیگه بهتم نمیرسه. چیز خوب بودن تمیز بودنشو نمیدونم چقدر تمیزه. مطالعه میکنه، با مطالعه یه خورده خلاقه. دیگه چیزی بزن نمیرسه. این آدم اینی که میگم خیلی چیز آدم منفی، یا کلا من بودم میبردم اون سمت سیاه مطلق، ولی خب دارم تلاش میکنم که بیارمشم این سمت خاکستری رو به مشکی. یا مثلا یکی که الان تو ذهنم بیاد که خیلی دوستش دارم و خیلی آدم خوبیه،
چند تا ویژگی منفی، حرفایی که مثلا اون شخص خیلی مورد علاقه من میزد خیلی کاربردی نبود. مثلا خیلی حرف میزد مثلا، یا مهربون افراطی بود، خیلی مهربون، بیش از حد مهربون بود. و من که دارم فکر میکنم نقدی که میتونید بهم بکنید، خب من وقتی اینا رو میام نزدیک میکنم و مثلا میگید آقا کسی که مثلا نسل کشی کرده، اینو مثلا داری نزدیکش میکنی با کسی که مثلا یه مثلا 2-3 نفر رو مثلا کشته، این به لحاظ اخلاقی یه چی نیست. خب حتی که من این کارو نمیکنم، ولی همین که دارم مانع میشم که اشخاص رو مثبت و منفی خالص کنید، هدف همینه. یعنی تمرین اینه که افراط‌گرایی فکر نکنیم. می‌دونی چیه؟ مثلا میگم من و تو از یکی بدمون میاد، ولی من مثلا می‌بینم یه جا کار خوب کرده، یه کار درست کرده، اعتراف کنیم با اینکه جفتمون ازش متنفریم، اعتراف کنیم اونجا کارش درست بود. وقتی تو از اون شخص اینقدر بدت میاد که حتی اون نقطه مثبت هم میگی گور باباش مثلا چقدر آدم بدی بود، من وقتی اینا تو میشنم میگم که ببین تو خیلی تفکر نقاد مثلا نداری، یا مثلا داری چشت کور شده میگی آقا این آدم بده میدونی. و من از این بدم میاد. آقا طرف شر مطلقه دیگه، هر کی ما تو ذهنت اومد، ولی یه کار مثبت کرده، شانسی، حالا یا شانسی یا از عمد یا هر چی، یه کار مثبت کرده، اونو بگو آقا دمش گرم، بگو اون کار درست بود. ولی وقتی میگی آقا اونقدر چشت، یعنی اونقدر از نفرت یا از علاقه چه روبرود کور شده که اینجوری هستی که نه این آدم همیشه بد بوده یا همیشه خوب بوده، من با این تفکر مشکل دارم. حالا نقد دیگه هم که وجود داره اینه که بگی تو این جهان پر دغدغه و پر استرس من حالا بشینم فکر کنم تحلیل کنم که مثلا این افراد مثلا خاکستری رو به سفید هستن یا خاکستری رو به مشکی. ولم کن بابا، من میخوام تحلیل کنم، روابطو بسازم، برم جلو، زندگیم بره جلو. جواب من اینه که اولش شاید سخت باشه، چون من حقیقتش عادت کردم به این تفکر که آدما رو خاکستری نگاه کنم. و میگم فقط من نیستم، من مطمئنم خیلی از آدما خاکستری فکر میکنن. اما هدفم از این ویدیو این بود که من خودم که دارم این ادعا رو میکنم، خودم بعضی اوقات سفید و خاکستری فکر میکنم، سفید و مشکی. یعنی چون انقدر ذهنم مشغوله، انقدر دغدغه دارم که واقعا وقت نمیکنم افرادو متمایز و ویژگی مثبت و منفیشون رو در بیارم. اما هدف اینه که شما افراطی فکر نکنید. یعنی وقتی میگم فلان کس یک ایرادی داره، تو نگید نه این آدم چون از نظر من بهترینه، تو بیخود میکنی نقدش میکنی، یا بگی این آدم چه ویژگی منفی داره. اصلا توقع دارم وقتی از یه شخصی نقد میکنم یا هر کسی پیشت نقد میکنه، واقعا بی‌طرفانه بهش فکر کنی، بگی آره این آدم با اینکه معرکه است بهترینه، ولی خب آره اینجاش ایراد داره، این ایراد بهش وارده حداقل. این از این. من خیلی دیگه توضیح نمیدم. هدف این بود که با هم دیگه تمرینی کنیم، شما هم تو خونه امیدوارم تمرین کرده باشین که ببینیم مثلا اون اشخاص تو ذهنم مثلا یه خورده بیارشون سمت خاکستری و از کسی بت نسازیم یا از کسی بی‌دلیل متنفر نباشیم و سعی کنیم همه رو ترجیحاً خاکستری ببینیم. ترجیحاً یعنی پیش‌فرض خاکستری بودن افراده. بعضی دیدیم که میگن من همه آدما رو خوب می‌بینم. نه، همه آدما نباید خوب ببینی، چون شناختی نداری. همه آدما ترجیحاً و پیش‌فرض خاکستری هستن. بعد که شناخت پیدا کردی میبری سمت مثبت سفید یا مثلا منفی سیاه. این از خودت. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. همه حرفا رو زدم. اینم یه نمای کلی از بحثی که کردیم و تا ویدیو بعدی. خداحافظ.